الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، انشالله که همگی شما جور و صحت و سلامت باشید. در هر کجای از این سرزمین هستین لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوستان عزیز، خوش آمدید به یک از برنامه‌های کمک و همدلی با من محمد حسین ابراهیمی. ما امروز آمدیم به دیدن یک از فامیل‌هایی که واقعا در قریه سیرپل که هست بسیار وضعیت اقتصادیشان زیر صفر و ما خواستیم که از زبان خود از اینا بشنویم که مشکلات اقتصادی زیاد چقدر ضعیفه و زندگی از اینا چگونه است. بیشتر از زبان خود از اینا میشنویم. خواهد معرفی کنیم. من عبدالحمیدم، چپان سرقالیم. مشکل کمر دیرم، دیکس کمر دیرم. اقتصاد از ما خیلی ضعیفه. در سال 35,000 چپانین مم سربسر نمیشه. نیست چی آب بگیرم، روغن ممنه، روغن بگیرم چوب ممنه. 100 مشکلی یک لازم گوشنا ممنی. دیگه خرج اصلا اقتصاد خوبی ندارم. خانه شو خانم بسم الله ممکن صبح بیدار شدم تا گیل نشدم. خانه من وضعیتش خرابه، درز افتاده دیگه. از دست یخی کمبل رو بله فرش آورد کردن. شو زوستور یخ نکنه، خواشم ندارم، یک چیز خدا ندارم ما. اول اگر میشه خود یک معرفی کن به دوستان عزیز که شما رو خوب صحیح بشناسه. از کجا هستین دیگه، فعلا در کجایین، چی رقم است؟ دوستان عزیز، ما که هستم از حوسه طبقه نگیم. حال در سرقال سنگماشه زندگی مونم. وظیفه چپانی از سال 35,000. اگر کمک کنین خیریه به من میرسد. دیگه ما هیچ کس را ندارم. چطور چی مردم های سرقل قنجقیشیم؟ چی رقم کمک مونه غیر از همین ماشی چیپانی که هسته، مثلا سال یک 20,000 یا 30,000 افغانی که هسته، غیر از اون دیگه قنجقه شما کمک مونه یا نه چی رقم؟ نه کمک هم نمونن یا اصلا کمک نه. اگر کمک کنم ما در این رقم خانه زندگی نمونم. از دست ناکمک شیم. سال قریب در بیرون من دادم. آخر این خانه را خودم پیدا کردم. همدم اینجا ششتم. اگر کمک کنم ما بخشم خانه پیدا نیم. و دقیقا سال چند است شما قضیه سرقل چیز همی حق و چکنی شما میدین؟ آره من سال 35,000 میدیه. اون سال 35,000 میدیه. او هم یک دفعی نمیدیه. ممکن میدیه او معلوم نمیشه. خب این یک دفعی 35,000 افغانی نمیده؟ مثلا ما ده ما میده یا مثلا هر وقتی دیست و تنگ شنه از ما تقاضا نیم، مثلا ما کم پولم از ماشین بیدی چی رقم؟ نه ما بازار به جنگ در 100 مشکلی کرای خرجی عاقل میکرم. خب رویه ازی مردم چی رقمه با شما؟ رویش ریزبا خوبه. دیگه رقم نه داد نداره. خب چند نفر عیال این در خانه هسته؟ قد خودم 5 نفره. 3 دانه طفله، یا خودم یک سیاسرمه. خب تو بغیر از که باز از چوپانی خلاص شینی دیگه کدام کار کسبی دیگه تفالوی ازی انجام میدی یا نمیدی؟ مشکل داره چی رقمه؟ نه ما مشکل دارم. مشکل کمر دارم، دیکس دارم. تا یک کم شور بخورم درد کمرم تازه میشه. خب این کمر خود چی رقم دکتر رفته نرفته؟ چی رقم تداوی دنبال کده یا نه که تداوی میشه یا نمیشه؟ در دکتر رفتم گفته یعنی قدر مصرف میشه. ما توانش نداشتم دیگه دوا نکن. دقیقا چند امی کمر تو از اینا بال نه که اگر خیرین عزیز بیتنه که امی پول را جمعوری کنه و به شما کمک کنه شما از این مشکل درد کمر هم برطرف کنین، در پالوی از که چوپانین بیتینین که یک کار آزاد هم در انجام بدین. اوش دروغگوی نشنم. اوش نپرسیدم چند مصرف میشه. گفت پیسه داره ما کمر تو را عمل نم. در عمل ما فکر کردم. گفتم نه پیسه ما ندارم. از او خاطر شبخانه بیرون شدم. خب در کدام شبخانه مراجعه کردین شما تالی؟ کابل رفتین یا مثلا نه داخل انزمی خود منطقه جاغوری کجا رفتین؟ شبخانه کابل.
خب شبخانه کدام شبخانه رفتین دقیقا اگر نام چی؟ شبخانه فرانسه رفت. خب اونجا باز گفتگی کمرتون نیاز در عملیات داره یا نه با دوا خوب میشه؟ گفتگی اگر عمل کنیم گفتن نمیتونی جور شونی دیگه کار سنگین رو نکنی. ما گفتیم کار سنگین نکنم چه رقم بچه نان بخوره. گفته تو آگاه کار سبک. ما گفتیم کار سبک در افغانستان هست. گفته میتونی یک چپانی کنی. ما گفتیم چپانی هم از او بدتر بیدی پس این درد کمرم تازه میشه. گفت این رقم است دیگه. گفت دیگه بغیر از عمل دیگه امکان نداره. و اگر مثلا امی خیرین عزیز که چی در داخل از افغانستان و چی در خارج از افغانستان، اگر امی او خیرین دست شما رو بگیره و کمک مالی شما را امی چیز مصرف عملیات شما که از چی تمام میشه اونا اگر به عهده بگیره آیا شما حاضر هستین کمک عملیات کنین؟ آره حاضر هستم. خب از خیرین و کسانی که واقعا دست خیر داره چی در داخل کشور چی در خارج از کشور از اونا چی توقع داره؟ از اونا چی درخواست هایی داره میتونی با اونا اشتراک کنی؟ اونا درخواست رو اگر ما را کمک کنه کمرم جور شود دیگه یکیش اصلا پرموش دیدنم. صحیح. دیگه بازم این سال نوی که یعنی چیز ماه مبارک رمضان در پیش است، چی در خانه چی چیز دارین؟ چی خوراکه آرد روغن خرج و مصارف برای آمادگی روزه دارین یا ندارین؟ چی رقم؟ نه نداره. فعلا موجودی مثلا غذای شبانه شما چیه و چی مخورین؟ چی رقم؟ خزانه شبانه کچالو یا دیگه یک کمک بیرینگه. کچالو و برنج فقط به می شما گذارم میدین؟ آره دیگه زندگی خود میچنین؟ آره. خواهد عزیز اگر شما خود معرفی کنین به دوستان عزیز که اول یک سلام داشته باشین خدمت از اونا. سلام دوستا خوبین بسیارین بخیر که شما در ما کمک کنین از این روز باشنی از شما تا خانه خدا خوش میشه چون که اقتصادی از ما ضعیفه یه چیز نداره دیوال درست نداره آردمارد سایه نداره روغن نداره غذای شب از ما اونمو بیرین یک مشت اون منج من ده اونمو یا دیگه یک کمک اون منج